سلام دوستان، جلسه دهم 40 طلوع 40 راز هستیم. تا اینجا تمرینات قدرتمندی رو با همدیگه یاد گرفتیم که مطمئنم اگر که متعهدانه تمرینات رو انجام بدین تا اینجا فرکانستون به حد قابل قبولی کشیده بالا و در نتیجه هماهنگی ها و نتایج خوبی رو تو زندگیتون 100% حس کردید. دوستان درسته که نتایج خوب رو حتما دریافت میکنید، ولی باید توجه داشته باشین که عمری با یه سری باورهای مخرب و اشتباه ما زندگی کردیم و باورهای اشتباه خیلی قدیمی داریم که ناخودآگاه ما رو تشکیل میدن. این باورها توی وجود ما هوشمندن و تمام تلاششون رو میکنن که از بین نرن. وقتی ما باورهای جدید رو میخوایم جایگزین کنیم و یه سری تغییرات مثبتی رو داریم توی زندگیمون ایجاد میکنیم، این باورها تمام تلاششون رو میکنن که بمونن و جایگزین نشن. چجوری تلاششون رو میکنن؟ گفتم که این باورها هوشمندن. دقیقاً عین یه موجود زنده توی بدن ما دارن زندگی میکنن. اینا تلاش میکنن که شما رو دلسرد کنن، منصرف کنن و از این تمرین و از این تغییری که دارین توی زندگیتون ایجاد میکنید شما رو دلسرد کنن که نه همچین اتفاقی هم قرار نیست بیفته و شاید هم اصلا اوضاع بدتر بشه یا ناامیدتون میکنن به هر طریقی. مثل چی؟ مثلا برای حس ارزشمندی شما خیلی وقت دارین تمرین میکنین، هدف گذاری کردین، باورهاتون رو دارین تغییر میدین. بعد یک دفعه یه نفر به شما زنگ میزنه و هرچه دهنش مثلا در میاد به شما میگه و بعد با خودتون میگین که من این همه دارم راجع به حس ارزشمندی من دارم تمرین میکنم، دارم بهش فکر میکنم، باورامو دارم تغییر میدم. این چی بود؟ چجوری به خودش اجازه داد ارزش من رو انقدر بیاره پایین؟ یا مثلا دارید برای گشایش مالی و این چیزا هدف گذاری میکنی، باورهاتو تغییر میدی، بعد یک دفعه میبینید که از کاری که دارین انجام میدین اخراج شدین. یا مثلا برای روابطتون زوم کردین و هدف گذاری دارین میکنین، بعد میبینید با دوستتون یا پارتنرتون یا همسرتون اختلافاتی به وجود اومد. به اینجور مسائل برون ریزی هم میگن. وقتی که شما دارین تغییر فرکانس میدین توی زندگیتون و در خودتون دارین تغییر فرکانس ایجاد میکنید، برون ریزی های ایجاد میشه که همون باورها هستن که یه جورایی دارن تلاش خودشون رو میکنن که شما تغییرات رو ایجاد نکنید. برون ریزی همون تلاش باورهای قدیمی هستش. و از یه منظر دیگه اگه بخوایم نگاه بکنیم، شما وقتی که روی روابطتون دارین تغییر باور میدین و زوم کردین و اهدافتون رو دارین تغییر میدین، اینکه پارتنرتون یه موقع از زندگیتون بره بیرون، این نشونه خوبیه. یعنی اینکه شما فرکانستون رفته بالا و وقتی که توی یه سطح فرکانس دیگه هستید، شما سطح فرکانس های پایین رو دیگه نمیتونید قبول کنید و جذب کنید و برای ورود تازه ها زندگیتون احتیاج به یه خونه تکونی داره. پس یه سری از آدما ازتون دور میشن. مثلا توی یه شغلی که هستین، وقتی که شما دارین راجب گشایش مالی رو خودتون کار میکنین، رو باورهاتون کار میکنین، این طبیعیه که شغلتون رو از دست بدین و برای ورود یه شغل و یه منبع مالی جدید جا باز کنید. پس سطح فرکانس شما تغییر کرده. برای همین برای ورود تازه ها باید یک گپ و یه فضای خالی ایجاد بشه که چیزهایی با سطح فرکانس بالاتر وارد زندگیتون بشه.
پس باورهای جدید احتیاج به رسیدگی دارن، مثل دانه‌ای که توی زمین میکاریم و احتیاج به نور و آفتاب و رسیدگی و خاک مناسب و اینا داره تا جوونه بزنه. تازه وقتی جوونه هم که زد، اینا ریشه هاشون ضعیفه هنوز، با یه باد و با یه برف و یه بارون شدید 100% خراب میشن. پس احتیاج به رسیدگی داره یه دونه‌ای که حتی جوونه هم زده، تا ریشه هاش قوی بشه، تبدیل به درخت قدرتمند بشه و میوه بده برامون. باورها هم همینجوری هستن. باورهای جدید که میان وقتی جوونه زد، وقتی که شما نتایج رو دیدین، ولش نکنید، به حال خودش دیگه رهاش نکنید، ادامه بدید و روی باورهایی که تازه توی زندگیتون دارین عملیش میکنید پایبند باشین و متعهد باشین. حالا چجوری ما این مراقبت رو روی باورهای جدید داشته باشیم؟ دوستان، باید بدونید که با یه بار گوش دادن و یه بار تمرین کردن و پشت گوش انداختن و مثلا جدی نگرفتن، این باورها نهادینه نمیشه. باید چندین بار گوش بدین و باید تمرینات رو بنویسید، از رو نوشته های خودتون چندین بار بخونید، چندین بار گوش بدید تمرینات رو، چون تا اینکه بره وارد ناخودآگاهتون بشه. قدرت ناخودآگاه 2 میلیون برابر قدرت خودآگاهه. یعنی چی؟ یعنی قدرت باورها و عادتهای قبلی 2 میلیون برابر قدرت باورهایی که تازه ما داریم توی خودآگاهمون داریم انجامش میدیم. پس برای اینکه عادتهای خودآگاه رو تبدیل به ناخودآگاه بکنیم، باید خیلی تمرین کنیم و خیلی تکرار بشه. دوستان، امروز میخوام راجع به یه باور مخربی که 99% انسانهای دنیا دارن راجبش صحبت کنم. تا حالا دقت کردین که وقتی یه چیزی رو میخوایم و بهش نمیرسیم، مثلا سلامتی، مثلا بیماریم و میگیم که حتما خدا نمیخواد که من خوب بشم، یا میخواین خونه بخرید پولتون نمیرسه اینکه یه خونه بخرید، این جمله معروف رو میگیم که حتما خدا نمیخواد که من مثلا خونه دار بشم. ما چجور خدایی رو داریم میپرستیم که حاضر میشه که یه انسان رنج بکشه، یا مثلا یک انسان یه خونه مثلا نداشته باشه؟ چرا نباید خدا نخواد که یک نفر یه خونه نداشته باشه، یک نفر سلامتی نداشته باشه؟ خدایی که درد کشیدن بندش رو بخواد، این چجور خداییه؟ هرگز خداوند درد کشیدن بندش رو نمیخواد. پس چرا ما داریم رنج میکشیم؟ چرا ما در عذابیم؟ این به این دلیله که ما خودمون در وجود خودمون احساس لیاقت رو نمی کنیم و احساس میکنیم که لیاقت اون چیز رو نداریم. بعد ربطش میدیم سریع به خدا که خداوند نمیخواد که من مثلا سلامت باشم. این باور که خداوند نمیخواد مثل یه ترمز قدرتمنده و نمیذاره ما به خواسته هامون برسیم. باید بدونیم که خدا برای پالایش بنده هاش رنج رو نمیفرسته. لازم نیست تو دنیا زندگیمون جهنم باشه که بعداً بریم توی بهشت زندگی بکنیم. بهشت یعنی همون هماهنگی و صلح و آرامش و آشتی درونی خودمون. وقتی توی این هماهنگی و آرامش باشیم، جسماً در تندرستی کامل قرار میگیریم. حالا که راجع به بیماری صحبت کردم، اجازه بدید بیشتر در مورد باورهایی که بیماری میارن هم صحبت کنم و قوانینی که برای شفا هستن و برای تندرستی هستن رو هم بهتون بگم. بیشتر مردم به خاطر اینکه باورهای اشتباهی توی کودکی توی ذهنشون نهادینه شده، تصور نادرستی از خداوند دارن
فکر میکنن خدا منتظره که اینا کار اشتباهی انجام بدن و سریع به صورت یه بیماری اونا رو مجازات کنه خداوند. خیلی همون این باور رو داریم تا یه بلایی سرمون میاد فکر میکنیم خدا این بلا رو سر ما آورده. اگه اینطوره چرا این همه انسانای خوب هم مثلا مریض میشن؟ چرا باور خودمون رو زیر سوال نمیبریم؟ چرا همیشه خدا رو زیر سوال میبریم؟ بیماری حاصل اندیشه و احساسات ما هست. همونطور که قبلا هم بهتون گفته بودم که احساسات چه جور بیماری هایی رو به وجود میاره و هر احساسی یه بیماری به خصوص رو توی بدنمون به وجود میاره که توی کتاب شفای زندگی کاترین پاندر همه این احساسات و بیماری هاشو همه رو لیست کرده، میتونین به این تهیه کنین و بخونید. الانم دوباره دارم تکرار میکنم، بیماری حاصل اندیشه و احساسات ماست، نه اینکه خدا بلا سر ما آورده. تو یه سالی که طاعون اومده بود توی اروپا، روحانی‌ها میگفتن که به خاطر رفتن به تئاتر این بلا سرتون اومده. تئاتر رو گناه میدونستن و تشخیص دادن که طاعون به خاطر شرکت کردن توی تئاتر. بعضی از روحانی‌ها گفتن به خاطر پوشیدن کفشای نوک‌تیزه، خدا خشمش گرفته و یه بیماری رو برای مردم فرستاده به خاطر این کار. واقعا خنده داره دیگه. ما مثلا قبلنا رو بخوایم نگاه بکنیم، همین الانش هم همینطور هست، ولی واقعا خنده داره دیگه. میندازن سریع تقصیر خدا، انگار که ما منتظریم که یه اتفاقی بیفته و خودمون رو کاملا کنار میکشیم و خودمون رو بی تقصیر میدونیم و تمام تقصیرات رو میندازیم تقصیر خدا که خداوند نخواسته ما فلان جور نشیم و یا چیزی که میخوایم و به دست نیاریم، در صورتی که خداوند کاملا حامیه. خداوند فقط منتظره که شما درخواست کمک کنید و به سرعت بهتون جواب میده و خداوند فقط پاسخش به دعاهای شما و ما بله هست و بی صبرانه منتظره که به شما و به ما کمک کنه. ما هممون وقتی دعا میکنیم خداوند تنها پاسخی که میده بله هست و قبول میکنه دعای ما رو و شاید اون شکلی که شما میخواید اجابت نشه، در طرق و شیوه های مختلف پاسخ به اون دعا حتما داده میشه. جالبه که بدونی تنها مانعی که از اجابت دعا جلوگیری میکنه خودمون هستیم. تفکراتمون، احساساتمون، باورهامون باعث میشه که جواب دعاهامون رو دیر بگیریم یا به شیوه های دیگه بگیریم. ما در واقع 2% وجودمون جسمه و 98%مون ذهن و جانه. یه انسان عادی 98% از وقتش رو صرف اون 2% جسم میکنه و به خاطر همین اغلب بیماره یا اغلب در رنجه، چون میخواد که از بیرون به درون برسه. افلاطون میگه جزء هیچ وقت نمیتونه سالم باشه مگر اینکه کل سالم باشه. حالا کل ما ذهن و جانه، 98% وجودمونه، ولی ما همیشه به اون 2% که جسم هست توجه میکنیم. افلاطون فهمیده بود که فرق بین شفا و درمان چیه. شفا روی اون 98% که ذهن هست تاثیر میذاره و شخص خوب میشه، ولی درمان روی 2% جسم تاثیر میذاره. یعنی کسی که شفا پیدا میکنه یه دفعه غده سرطانیش تو بدنش غیب میشه. چرا؟ چون که روی ذهن و جانش و اون 98% پاکسازی انجام شده، نه روی جسمش. ولی اگه بخواد جسمش درمان بشه باید بره جراحی کنه، غده رو برداره، تازه بعد یه مدت ممکنه دوباره غده سر جاش بیاد. ولی شفا اینجوری نیست، دائمیه و همیشگیه.
چون که اون اصل قضیه پاکسازی شده، نه اون جسم. توی درمان بیماری بارها و بارها ممکنه دوباره برگرده، بعد اون عضو و یا عضوهای دیگر رو دوباره درگیر کنه. ولی ذهن و جان وقتی پاکسازی میشه، درد کاملا از ریشه کنده میشه. این بیماری که توی جسم خودش رو نشون میده، در واقع تلاش جسم برای بیرون کردن اون احساسات منفی. پس وقت گذاشتن برای تغییر الگوهای مخرب و حس ارزشمندی و حس رهایی و عدم احساس گناه، اینا واقعا ارزشمنده، چون در این صورت شفای کامل پیدا میکنید، نه یه درمان موقتی. توی قوانین شفایی قانون وجود داره به اسم قانون نفی و انکار. از طریق نفی و انکار باورها، عواطف منفی و که سلامت رو به خطر انداخته میتونیم از ذهنمون پاکسازی کنیم. دانشمندا هنوز نتونستن متوجه بشن که این موضوع که وقتی بدن تغذیه سالم داره و در محیط مناسب داره زندگی میکنه، چرا اصلا باید بیمار بشه یا بمیره. نفی و انکار شیوهیه که برای پاک یا حذف کردن این چیزیه که بیماری به نظر میرسه حقیقت نداره. نفی و انکار اینو از شکل بیماری و از روی ناخودآگاهمون پاکسازی میکنه. یعنی باید چیکار کنید؟ وقتی علائم مثلا یه بیماری رو میبینید، کاملا نفیش کنید. بعد وقتی که اقتدار رو از این علائم بگیری، بیماری بقای خودش رو از دست میده و دیگه هیچ اقتداری نداره توی بدنمون. هیچی به اندازه یه ذهن پاک، یعنی یه ذهن پاکسازی شده، نمیتونه مستقیم روی پلیدی تأثیر بذاره. یعنی سریع باید بگی نه نه نه، همچین چیزی وجود نداره. اینو امتحان کنید. من انجامش دادم و واقعا تأثیر گذار. هممون بالاخره یه سری بیماری هایی داریم، حالا مزمن یا مثلا سطحی یا خفیف. برای یکی از بیماریاتون این رو انجام بدید و سریع علائم رو نفی کنید و بگید همچین چیزی وجود نداره و من قبول نمی کنم همچین قضیه و ببینید چجوری دردتون ساکت میشه. این قانون روی موقعیت ها یا وضعیت های ناخوشایند هم کار میکنه. وقتی یه اتفاقی که ناخوشایندی براتون میفته، سریع نفیش کنید. اصلا اوضاع یه جوری براتون برمیگرده و ورق یه جوری برمیگرده که اصلا انگار اون وضعیت وجود نداشته از قبل. یعنی سریع در وجود خودتون نفیش کنید و بگید اصلا این قضیه وجود نداره برای من و این اتفاق برای من امکان نداره اتفاق بیفته و نفیش کنید. یه پزشک 2 نامه برای 2 بیمارش می نویسه که یکیشون بیمار بوده، یکیشون سالم بوده. این نامه ها اشتباهی نامه بیمار برای اون شخص سالم میره و نامه شخص سالم برای آدم بیمار میره. اون شخص سالم نامه رو که میخونه، سریع کار و زندگیشو ول میکنه، میره کوهستان و بعد یه مدت هم میمیره. اونی که مریض بوده نامه رو که میخونه، سریع سلامتش رو دوباره به دست میاره و سالیان سالم زندگی میکنه. این یه داستان واقعی بوده ها. میخوام بگم که ذهن چقدر چیز داره، چقدر قدرتمنده. یا یه داستان دیگه راجع به دکتری که توی سردخونه میمونه و در روش قفل میشه و حتی نامه هم مینویسه. اون تو یه برگ کاغذ داشته مینویسه که چجوری داشته یخ میزده. فردای روزش که پیدا میکنن پزشکان، میبینن از یخ زدگی مرده.
بعد ولی در صورتی که اصلا سردخونه روشن نبوده، اون روز سردخونه خراب بوده. این آدم انقدر به خودش تلقین کرده که الان یخ میزنم میمیرم، واقعا از سرما مرده بود. ذهن خیلی قدرتمنده، اصلا قدرت ذهن رو دست کم نگیرید. پس پلیدی و ناخوشی، ناخوش احوالی تا زمانی میتونه در جهان شما دوام بیاره که شما باهاش به نحوی کنار بیایید. پس ناخوشی رو قبول نکنید، درد و رنج رو قبول نکنید، شکست رو قبول نکنید و اصلا از دنیای خودتون این کلمات و این اتفاقات رو دور بندازید. بعد ببینید دنیاتون چقدر تغییر خواهد کرد. خب طلوع زیبای امروز رو تماشا میکنید. واقعا طلوع امروز خوشگله. حتما تا آخر کلیپ رو تماشا کنید و در حالت صفر قرار بگیرید، ذهنتون رو خالی کنید، نیت لطفا نداشته باشید، فقط نور رو جذب کنید، از خودتون رد کنید و اگر که میتونید حتما بعد از طلوع بیرون برید و توی طبیعت قدم بزنید. شما رو به خداوند زیبا و بزرگ میسپارم. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو داشته باشید. خدا حافظ تا فردا.